به نام خدا. بنی کمال خان امروز چهارشنبه 4 حمل 1400 توسط رئیس جمهور اشرف غنی معاون اول و معاون دوم رسما افتتاح به بهره برداری سپرده شد. در این مراسم وکلا و نمایندگان و شخصیت‌های برجسته سخنرانی کردند. از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه و خسته‌ناپذیر رئیس جمهور قدردانی کردند. ساخت و تکمیل این بند با فریض و نشیبی‌های زیادی بودند که خوشبختانه با وجود این همه مشکلات و فراوان امروز افتتاح شد و خوشی و لبخند را بر لبان میلیون‌ها مردم این کشور نشاند. من این موفقیت را به تمام مردم این سرزمین تبریک میگویم. در مراسم افتتاح این پروژه عظیم رئیس جمهور اشرف غنی و امرالله صالح و قانونگو استاد دانش شرکت داشتند. در این مراسم رئیس جمهور اشرف غنی سخنانی در مورد آب و کنترل آبهای بهاری این کشور گفت. هدف از ایجاد بند آب و مهار آبهای سرگردان این کشور ایجاد شغل، تولید برق و خودکفایی در زمینه اقتصادی است و من افتخار میکنم که در آبادانی پیشرفت کشور سهیم هستم و این موفقیت را بدون تمام دست در کاران این پروژه عظیم میدانم. تشنیده است این چنین ظلمی به تاریخ بشر، ریش از ما باشد اما اختیارش از دیگر.